پیام‌آوران صلح و دوستی یک حرکت هست در بستر گردشگری برای معرفی میراث فرهنگی، جاذبه‌های گردشگری، آداب و رسوم و سنن ایرانی‌ها به تمام مردم کشورهای مختلف. ما این سفر رو مهر ماه آغاز می‌کنیم از طریق خشکی از ساحل خلیج فارس به شکل نمادین رو آغاز می‌کنیم با بردن هدایا و کارت دعوت به مردم ملل مختلف. سعی می‌کنیم که امکانات بالقوه و بالفعل ایران رو در شرایط فعلی بتونیم معرفی بکنیم و با حجمه تبلیغات منفی که در خصوص ایران هست بتونیم تا در حد توان خودمون و در وضاحت خودمون بتونیم این مقابل این حرکت تا اندازه‌ای که بشه بایستیم. پیام‌آوران شامل چه افرادی هست و از در چند کشور حالا بازدید دارید و اینکه چند روز طول میکشه؟ ما 3 نفر مجرم اصلی طرح هستند و 7 نفر به عنوان سفرای 7 اقلیم ایران ما رو همراهی میکنن. برنامه‌ریزی اولیه‌ای که شده حداقل 18 ماه این سفر طول میکشه به 131 کشور در 5 قاره. دیگه اگه شما دارید شما من ضمن تشکر از شما، یکی از گروه‌هایی که میتونه واقعا مثبت باشه و مؤثر باشه تو این حرکت رسانه‌های ما، مطبوعات ما هست که بتونن پوشش خبری درست و خوبی رو داشته باشن که به شکر خدا از مهر ماه که شروع کردیم تا الان به همین شکل بوده. امیدوارم از این به بعد بیشتر بتونیم در خدمت شما باشیم. متشکرم.